حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که ماه رمضان رو رؤیت می کردن تبریک می گفتن به اصحاب خودشون، می فرمودن که نزد شما ماه مبارکی آمده هست، ماهی آمده که خداوند متعال دروازه بهشت رو در این ماه باز کرده، ماهی آمده که دروازه های جهنم بسته شده اند، ماهی آمده نزد شما که خداوند متعال شیاطین رو در غل و زنجیر کرده، ماه مبارکی برای شما آمده. واقعا عزیزان، این لطف و فضل خداوند متعال بوده که من و شما را به این ماه رسانیدن، من و شما را به ماه مهربانی ها رسوندن، به ماه مواسات و همدردی رسوندن. این لطف خداوند متعال هست. ماهی هست که عزیزان من عشره اولش عشره رحمت هست. همیشه خداوند رحیم هستند، اما در این شب رحمتهای ویژه خداوند متعال شامل حال انسانهایی که اون شبها رو زنده داری می کنند و مؤمنین و مسلمین می شود. عشره دوم عشره مغفرت هست. خداوند متعال همیشه غفور هستند، همیشه توبه پذیر هستند، اما در این عشره ویژه رسیدگی میکنن، ویژه مغفرت میکنن، ویژه میبخشن، ویژه میبینند بندگان خودشون رو، بندگان توبه کننده رو. و عشره آخر هم که عشره آزادی گردنها از آتش جهنم هست. خداوند متعال رحمت خودش رو، مغفرت خودش رو شامل حال ما بکنه و گردنهای همه ما رو از آتش جهنم آزاد بکنه. الان ما متوجه شدیم که واقعا روزه گرفتن کار دشوار و مشکلی نیست، اونطوری که ما تصور می کردیم مشکل نیست برای ما. پس ما راحت میتونیم که روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو غیر از رمضان روزه بگیریم. اونطوری که ما تصور می کردیم روزه گرفتن مشکل نیست. در این شبها تراویح و تسبیحی که میخوانیم، 20 رکعت نماز تراویح رو میخونیم، برای ما واضح شد که خواندن چند رکعت نماز نفل در شبهای غیر رمضان مشکل نیست برای ما. چقدر قرآن عظیم و شأن رو تلاوت میکنیم که ماه قرآن هست و برای ما مشخص شد، واضح شد که خواندن قرآن عظیم و شأن اونطوری که شیطان برای ما جلوه داده مشکل نیست در غیر رمضان که ما قرآن رو تلاوت بکنیم. هر ماهی حداقل یک بار قرآن عظیم و شأن رو من و شما ختم بکنیم عزیزان من. پس ما می توانیم شعار خودمون رو در این ماه مبارک این قرار بدهیم که ما می توانیم ماهی یک مرتبه قرآن رو ختم کنیم، ما می توانیم که دوشنبه و پنجشنبه ها رو روزه بگیریم، ما می توانیم خدا رو از خودمان راضی بکنیم، می توانیم گناه ها رو ترک بکنیم و ما می توانیم که خلق الله رو از خودمون راضی بکنیم و حس این رو که ما نمی توانیم رو از درون خودمون بیرون کنیم. این پیغام رمضان هست برای من و شما که ما می توانیم.